جوانان این امت، پدران این امت، مادران این امت، خواهران این امت بیدار بشوند، چون عذاب خدا اگر سرکشی کردیم، نافرمانی کردیم، گریبان ما را هم میگیرد. عزیزان من، این اتفاقی که در این مسیر هفته رخ داد، اگر دل در داخل این سینه های ما باشد، اگر واقعا ایمان داشته باشیم که الحمدلله داریم، و اگر این ایمان ما جان داشته باشد، باید ما بترسیم، باید خوف وجود ما را فرا بگیرد، باید 360 مفصل وجود ما بلرزد که خدایا ما به اطلاع هستیم از مرگ و مردن، فکر میکنیم که از افغانستان فرار کنیم زنده میمانیم، برویم به کشورهای اروپایی اونجا زنده میمانیم، اونجا زندگی آرام داریم، اونجا دیگر مرگ به سراغ ما نمی آید، اونجا دیگر اسرائیل ما را نمی بیند. نه عزیز من، ممکن نیست که بتواند کشور یا مکان تو را از مرگ نجات بدهد. اول اونهایی که در این حادثه دلخراش از دنیا رفتن، الله رب العزت و الجلال غریق رحمت بگرداند، و بازماندگانی که از اونها هستند الله رب العزت و الجلال صبر جزیل و اجر بزرگ نصیبشان کنه. سوره اسراء چه زیبا میفرماید: و ما نرسل بالآیات الا تخویفا. ای بندگان من، هیچ اتفاق در زمین نمی افتد، هیچ حادثه‌ای رخ نمی دهد، هیچ کس را گریبانش را مصیبت نمی گیرد. و ما نرسل بالآیات الا تخویفا. ما این نشانه ها را میفرستیم تا شما را بترسانیم، این نشانه ها را میفرستیم تا شما را برگردانیم، این نشانه ها را میفرستیم تا شما بیدار بشوید. این تلنگر است، این استارد است. شاید اونهایی که در این زلزله جانگداز که هزاران نفر از این دنیا رفتن و قربانی شدن، شاید همه اونها مجرم نبودن، در بین اونها صالحین هم بود، انسانهای نیک هم بود، ولی وقت جلب ظالمان گرفته نشود، جلب منکر گرفته نشود، وقت دعوت دین نکنیم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بترسین از فتنه، بترسین از عذاب الهی که وقت آمد مخصوص ظالمان نیست، همه را میگیره. امشب چقدر مادران و زنان به این سرزمین خواب نکرده بودند، اطفال گریه میکردن چون یک شایعه پخش شده بود که در افغانستان هم زلزله میشه. شاید بسیار مادران امشب که نماز نمیخوندن نماز خونده باشه، شاید بسیاری ها هم مردان هم ناآرام بودن که مبادا امشب زلزله بشه. عزیز من، فکر میکنی که امشب نشد دیگه خدا رهای ما کرد؟ نمیشود دیگه، خدا نمیتواند اینجا بیاورد. خدا غافل نیست. والله مخرج ما کنتم تکتمون. خدا بیرون میکند آنچه را اونها کتمان کردند. عزیزان من، بیاییم به سمت خدا برگردیم. این در حقیقت یک گوشزده هست. باور بکنین خود من شخصا ترسیدم. ترس من از این است که با این گناه چیکار کنم.
بیاییم عزیزان من برگردیم. فاصله دوری ندارد، فاصله دوری نیست. چند وقت نگذشته چه اتفاق در همین اطراف افغانستان افتاد؟ هزاران نفر به کام مرگ رفت، سیل آمد همه را برد. ما از این عذابای الهی در نجات نیستیم مگر ای که به سمت خدا برگردیم، مگر ای که کل ما استغفار طلب بکنیم، مگر ای که کل ما معذرت خواهی کنیم که خدایا دیگر نمی کنیم. پس عزیزان من، این زلزله ها، این زمین لرزیدن ها همه سببش معصیت و گناه و نافرمانی ما هست. ما زمین را به خشم می آوریم. زمین روز کند 3 بار فریاد، چرا تو غافلی ای آدمی زاد؟ مشو بر فرصت 2 روزه مغرور، تو را باشد دل من خانه گور. به حسرت ها درایی در دل من، غریب عاقبت در منزل من. پول کس را نجات نمیده، شاید خیلی ثروتمندا بودن که رفتن. ورزش کس را نجات نمیده، انرژی خوردن کس را نجات نمیدهد، در کاخها زندگی کردن کس را نجات نمیدهد، موترهای آخرین سیستم داشتن کسی به آرامش نمیرسد. باور بکنین یک از ویدیوها را به من دیدم، یک طفل زیر همون آوار شده بود که مرده بود، مادرش فریاد میکرد و او خشتها را دور میانداخت در حالی که در تنش سرش هم برهنه بود، یک لباس بسیار نازک به تنش بود، پتلون پوشیده بود. یعنی شاید کسی متوجه نشد که چرا این آمد. در خورشان میدهند، در تلویزیون ها میمانند که خشم طبیعت بود، فقط طبیعت خشمش گل کرده بود، این اتفاق افتاد، هیچ کسی به اون سمت نمی رود. دشمنان خدا این اعلان را در تلویزیون ها میکنند که خشم طبیعت است، هیچ کسی نمیگوید که این عذاب خداست. این برای ترساندن آمده، برای پند دادن آمده که تا بیدار بکند امت را. خشم طبیعت است. شما گناه بکنید اشکال نداره، با گناه شما ربط ندارد. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها را پرسیدند که مادر جان چه وقت زمین لرزه می کند؟ مادر جان چه وقت عذاب از آسمان بر سر امت رسول الله صلی الله علیه و سلم می آید؟ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمود وقتی که امت پیامبر 3 تا کار بکنن. چند تا؟ 3 کار بکنن. گفت اون وقت زمین می لرزد زیر پایشان. حتی در روایات داریم که زمین هر روز صدا میزنه، زمین هر روز صدا میزنه به پروردگار که خدایا این بندگان تو آنقدر معصیت کردن، آنقدر روی من معصیت کردن، ولی چقدر زمین متواضع است. نجاست را میاندازی آرام است، گناه میکنی آرام است. به این زمین تو عفو میخوایم، پیشاب میکنی به تو آب فیلتر شده میده. چقدر زمین آرام است. فکر میکنیم ما سر زمین هر کار گاهی وقت لتو کوبش میکنیم. این زمین آرام است. این زمین از الله میخواد پروردگار را اجازه بده که اونهایی که نافرمانی و طغیان میکنن به خود ببلعونشانه، اینا را فرو ببرو. الله رب العزت و جلال میگه ای زمین تو صبر باش، روز قیامت تو را شاهد میگیرم به گناهانشان. چقدر سخت است. روز قیامت تو را شاهد میگیرم به گناهانشان. روز قیامت این زمینی که سرش گناه میکنیم شاهدی میدهد. گفت چی وقت زمین میلرزد؟ حضرت عبدالله ابن مسعود در کوفه بود، ناگهان زلزله شد در کوفه. قد وقعت زلزله بالکوفه، زلزله شد به کوفه. حضرت عبدالله ابن مسعود به امت پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن دارد. هنوز اصحاب پیامبر زنده بود. حضرت عبدالله ابن مسعود فرمود ان ربکم استعتبکم، الله میخواهد شما را عتاب بکند، الله میخواهد شما را بیدار بکند، الله میخواهد شما را برگرداند به سمت خودش. بیدار باشین. این زلزله ها شوخی نیست، این زلزله ها خشم طبیعت نیست. سبب هرچی هست باشد. اگر امروز زمین شناسا میگه سببش این است که صفحات تکتونیکی زمین با هم در حرکت هستند، وقتی با هم دیگر میرسند میخوان از یک دیگر عبور بکنن نمیتوانند، وقت زیاد فشار میآید زمین را میلرزانه. سبب هرچی باشه باش، ما به او کار نداریم، ولی علت را دنبالش باشید. علت تخفیفا للعباد.
خدا میخواهد درس بدهد به بندگان. الله میخواهد درس بدهد به بندگان تا بندگان بیدار شوند. گفت زمانی که امت پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 کار را بکند. گفتن مادر جان اون 3 کار چی هست؟ گفت زمانی که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم در میانشان فحشا عام شود، زنا عام شود، در بینشان فحشا عام شود، زمین میلرزد. سریال ترکیه است، سریال ترکیه است، سریال ترکیه است. عزیز من سریال است، ترکیه است، سریال ترکیه است. وقتی که امت پیامبر فحشا بکنن روی زمین، وقت فحشا کردن دیگر زمین هرچه از خود صبر دارد، هرچه از خود حد دارد، لطف حق با ما مواساها کند، هرچه از حد بگذرد رسوا کند. بله پروردگارم لطفش حد دارد عزیز من، صبر پروردگارم حد دارد. ولی یک وقت اگر خدا خشم گرفت، ان ربک لبالمرصاد، بندگان من خدا در کمینتان نشسته است، از کمینگاه خدا نمیتونین عبور بکنین. اگر الله رب العزت و الجلال بخواهد قوم را هلاک بکند، هلاک میکند. گفت وقتی که بر روی زمین فحشا صورت بگیره. دوم، وقت زنان موسیقی خوان در زمین زیاد شود. تو را به ایمان بگو که هست یا نیست. وقتی که زنان موسیقی خوان در روی زمین زیاد شود. فرمود سوم، گفت زمانی که امت رسول خدا شراب بنوشد، زمانی که امت پیامبر شراب بنوشد. وقتی این 3 اتفاق افتاد، اون وقت دیگر زمین زیر پایشان میلرزد، اون وقت دیگر زمین اینها را به زمین فرو میبرد، میکشاند. در حدیث 2211 ترمذی عیناً همین عبارت موجود است. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود زمانی که امت پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات دادن را تاوان بپندارند، پسران به سخن پدرشان گوش ندهند، دختران به سخن مادرانشان گوش ندهند، در داخل مسجد سر و صداها به وجود بیاید و ظهرت القینات، زنان موسیقی خوان زیاد شود، و المعازف، آلات موسیقی زیاد شود. داخل جیب هر کدام ما آلات موسیقی موجود است. و ظهرت القینات و المعازف، سابق بودن که یکم عروسی که میشد باز یک دانه سازنده را می آوردن که موسیقی بنوازن، اونجا می رقصیدن. حالا خود داخل خانه ما هر دقیقه با خواهی موسیقی هست. و ظهرت القینات، زیاد بشود زنان موسیقی خوان، و المعازف، آلات موسیقی، و شربت الخمور، مردم شراب بنوشند. فارتقبوا عند ذلك ریحا حمراء، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند این زمانی هست که شنبادها پیدا شود، یعنی طوفان‌های خطرناک زمین را بگیرد، و زلزلة، زمین زلزله بکند، و خسفا، زمین بکشاند بعضی ها را به خودش، و قذفا، سرشان سنگ ببارد. استثناء نشده که فقط سر کفار، سر ترکیه مسلمان است، سوریه مسلمان است. ولی وقت سرکشی کردیم، وقت طغیان کردیم، خشم الله رب العزت و جلال دامنگیر ما می شود. بنابراین عزیزان من چی کار بکنیم؟ گفتم چی کار بکنیم تا از عذاب الهی نجات پیدا بکنیم؟ بهترین راهکار، بهترین نسخه برای تو می دهم عزیز من. رسول الله صلی الله علیه و سلم تا زمانی که بود، الله رب العزت و الجلال در آیه 33 سوره توبه می فرماید و ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم و ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. یه آیه که نازل شد، نبی علیه السلام فرمود نزل الله علی امانین، الله رب العزت و الجلال برای من 2 تا امان نازل کرده. اگر امت من این کار را داشته باشند و این 2 تا امان را داشته باشند، از هر عذاب هم در دنیا نجات پیدا میکنند، هم در آخرت. بگو الله اکبر. کدام است؟ یکیش وجود محبوب دلها، وجود نازنین رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله در این آیه گفت یا رسول الله تا زمانی که تو در میان امت هستی به امت عذاب نمیفرستم. تا زمانی که تو در میان امت هستی
به این امت عذاب نمیفرستم. خب وقتی که رسول الله رفت این امت بیچاره چیکار بکنه؟ وقتی که رسول الله رفت باز هم یک نسخه داده الله، باز هم راهی وجود دارد، باز هم پروردگار راهی بیرون رفته از هر بدبختی برای بندگان خود پیشکش کرده، برای شرابی، زناکار، دزد، هر عمل زشتی که یک مسلمان انجام داده بهترین صابون برای پاک کردن هر گناه و بهترین درمان برای هر درد، بهترین سپر در برابر هر مصیبت و بلا. فرمود ای رسول صلی الله علیه و سلم تا زمانی که تو در میان امت هستی به امت عذاب نمی آید؟ خود رسول الله نیست صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت. فرمود و ما کان الله لیعذبهم و هم یستغفرون. هرگز خدا نمیخواهد به این امت عذاب بفرستد تا زمانی که اینها استغفار طلب بکنند. در ترکیه چی نکردن؟ بلند استغفار. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدا دروغ نمیگوید. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. ما اونها را به عذاب نمیگیریم تا زمانی که استغفار طلب بکنن. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمود عجبت لمن یهلک. من تعجب میکنم از قوم و از ملت و از فرد که هلاک می شود و نجات معه، در حالی که نجات به همراهش است. من تعجب میکنم از او انسانی که غرق می شود در دریا، در حالی که واسکت نجاتی که او را از آب غرق کردن نجات میدهد همراهش است. من تعجب میکنم از کسی که به عذاب الهی گرفتار می شود. حضرت علی می فرماید نجات به همراهش است. گفتن یا علی ما هی، اون نجات چی هست؟ فرمود الاستغفار. استغفر الله بگو، استغفر الله بگو عزیز بلند، استغفر الله. فکر میکنی خیلی آسان دست به زبانید این کار کردن نمیتونه؟ به خدا قسم، به رب کعبه قسم، هیچ سپر بزرگتر در عالم از استغفر الله نیست عزیز من. هیچ سپر محکمتر از استغفر الله وجود نداره. کسی که استغفر الله میگوید از عذاب خدا نجات پیدا میکنه. کسی که استغفر الله میگوید از گناهان نجات پیدا میکنه. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید ما من عبد ولا امت، هیچ بنده از بندگان خدا نیست، چه مرد است چه زن، یستغفر الله فی یوم 70 مره، که در هر روز 70 مرتبه استغفر الله میگه. چقدر؟ 70 مرتبه. غفر الله له 700 ذنب. الله اکبر. الله رب العزت و الجلال اینمی بندی که امروز خیلی گناه زیاد کرده ولی 70 مرتبه اول روز استغفر الله گفته. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید همین روز پروردگار 700 گناهش معاف میکنه. عزیز من استغفر الله گفتن وضو کار ندارد. استغفر الله گفتن زمان کار ندارد، مکان کار ندارد، داخل مسجد و بیرون و بازار ندارد. تقوا تنها داخل مسجد نیست، برو در بازار داخل دکانم استغفر الله بگو، اونجا هم تقوا داشته باش. تقوا در داخل دکان هم می شود. پس این وضو کار نداره. حتی اگر مادران و خواهرانی که گرفتار مریض ماهوار هستن اونا هم می توانند بگوین استغفر الله. حتی اونها هم غسل کار نیست. استغفر الله گفتن عادت بده عزیز من به این کلمه خود را. این کلمه دردها را درمان میکند. این کلمه مشکلات زندگیت را باز میکند. این کلمه هر چه بخواهی برای تو نصیب میگرداند. زمان نمیخواهد، مکان نمیخواهد. شاید عزیز من مشکل تو استغفر الله کم دارد. شاید گرفتار هستی به یک مصیبت، استغفر الله کم دارد. پس استغفر الله بکن، هر گری را باز میکنه. نگو مثلا مرتبه 10 روز است میگویم، 20 روز است میگویم هیچ چیز نشد، هزاران در هزار گناهت پاک شده. عزیز من نگوی گپه. تو استغفر الله بگو، شاید در یکی از این استغفر الله گری تو باز شود. فقط استغفار طلب بکن. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود من لزم الاستغفار
کسی که به خود استغفار لازم میگیرد جعل الله له من کل ضیق مخرجا، الله رب العزت و الجلال از هر تنگنا و از هر مشکل راهی بیرون رفت به این بنده خود نصیب میگرداند.